اینجا از هر دری سخن میگویند. طبیعتشان این است. مثلا درباره این گزارش فاینانشال تایمز. اطلاعاتی که در واقع فاینانشال تایمز پیشتر در موردش صحبت کردیم، بیایم یه خورده کنار هم بچینیمش. در واقع شرکت بازرگانی پتروشیمی در ایران مستقیما داشته اینجا این شرکت ها رو هدایت می‌کرده. یا اینجا وقتی برای مخاطبانشان از انتخابات در گوشه و کنار جهان میگویند. مردم فرانسه ممکنه در انتخابات مشارکت نکنن یا رأی سفید بدن یا تردید داشته باشن، ولی به معنی بی‌تفاوتیشون نیست. زمان انتخاب شده برای این انتخابات زمان بسیار نامناسبی بود. انتخاباتی که در تابستان داغ امسال انجام شد، در حدود 10 میلیون اسپانیایی در مسافرت هستند. ایران هم که همیشه پای ثابت برنامه‌هاشان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، کارگران سراسر ایران البته این رسانه‌ها گاهی چشمشان را روی برخی از خبرها می‌بندند. مثال این خبر گزارش فاینانشال تایمز درباره اوضاع کشوری که دفتر این شبکه‌ها در آن است. حالا اما همین روزنامه آماری را منتشر کرده که خبر از یک نارضایتی می‌دهد. یکی از عوامل این نارضایتی این آمار هاست. سال گذشته بانک‌های مواد غذایی انگلیس نزدیک به 3 میلیون بسته غذایی اضطراری تهیه کردند که 37% بیشتر از سال قبل بوده و بیش از 1 میلیون از این غذاها به کودکان اختصاص یافته. همچنین 760,000 نفر هم برای اولین بار از بانک غذا در این کشور استفاده کردند. اجاره خونه ما 90% از حقوقمون رو شامل میشه. این خبرنگار اسکای نیوز است که این آمارها شده سوژه گزارشش در این کشور. بیش از 300,000 نفر بیش از 1 سال است منتظرند تا درمان شوند و این بالاترین میزان در 16 سال گذشته است. البته باید گفت در هفته گذشته پزشکان جوان در همین جا به خاطر دستمزد و شرایط کاریشان اعتصاب کردند. باید درک کنید که مردم چقدر ناامید شدن و به نقطه رسیدن که تقریبا هر ماه اعتصاب میکنن و دولت هم اصلا نمیخواد به حرفشون گوش بده. اما از این دست گزارش‌های خبری در BBC و اینترنشنال سانسور شده، ولی جای خالی را با بررسی موضوع نرخ فلاکت در ایران پر کردند. دلایل این رشد شاخص فلاکت در ایران و ثبت رقم‌های بالای 50% چیه؟ در حالی که میزان نارضایتی مردمی از احزاب انگلیس به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز به 88% رسیده. مطمئناً این حس وجود دارد که اعتماد عمومی به سیاست طی چند سال گذشته بدتر شده. این در حالی است که تا انتخابات سراسری انگلیس حدوداً 3 ماه زمان باقی است و یک چیز دیگر هم در این شبکه‌ها سانسور شده: مشارکت نکردن مردم انگلیس در انتخابات پیش رویشان. عاطفه گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.